سلام، حالتون چطوره؟ من فاطمه هستم و شما این ویدیو رو از کانال نوار کاست میشنوید. نوار کاست به تازگی فعالیتش رو توی یوتیوب شروع کرده و سابقه فعالیت طولانی تری توی اینستاگرام داره. برای همین یه سری ویدیوهای پربازدید مثل سعید حنایی، مجید سالک محمودی و ویدیوهای از این دست رو توی اپلیکیشن اینستاگرام و با همین آیدی که توی یوتیوب هست، همین آیدی دقیقاً همینجوری نوشته میشه، اونجا میتونیم ببینیم. ولی لطفاً قبل از این که بریم سراغ داستان و چیزی که الان میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو هم بزنین، برای اینکه این کمک میکنه شما اولین کسی باشین که ویدیوهای جنایی که توی این کانال بارگذاری میشه رو ببینید. نتیجه‌ای که از این داستان خواهیم گرفت اینه که در انتخاب رستوران که میرین دقت بیشتری به خرج بدین، به خاطر اینکه هیچ کس نمیدونه دقیقاً توی رستوران، توی آشپزخونه از چه گوشتی استفاده میشه. گوشت اسب، گوشت الاغ، گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوشت آدم. یه سری قبایل هستن توی آفریقا که خب آدم خورن، کاری با اونا نداریم. یه سری آدم هم تو جای مختلف دنیا هستن که آدم خواری میکنن که بازم کاری با اونا نداریم. ولی حدوداً 1 یا 1.5 سال پیش بود که یه خبری درز کرد، البته خیلی رسانه‌ای نشد، ولی خب یه خانم همسایه‌اش رو کشته بود، گوشتش رو پخت و بعد خورد. ولی چیزی که الان میخوام براتون تعریف کنم خیلی وحشتناکتر و چندش آورتره. این قضیه معلوم نیست کی شروع شده، ولی تموم شدنش توی سال 77 اتفاق میفته. قضیه از جای شروع میشه که یه کارگر 19 ساله مکانیکی، یه وردست مکانیک که 19 سالش بوده گم میشه. همه جا رو میگردن ولی نمیتونن پیداش کنن، تا اینکه یه نشریه محلی توی شمال کشور این خبر رو بازتاب میکنه. این چیزایی که میخوام تعریف کنم لوکیشنشون توی چالوس و مرزن آباده، یه جایی بین این دوتا. به هر حال این خبر توی پاییز 76 رسانه‌ای میشه توی همون نشریه و خب پلیس که داشته دنبالش میگشته، خانواده خودش هم داشتن دنبالش میگشتن، کسی نمیدونه که اینو بردن، خودش رفته یا هر چیزی. نه لباسش پیدا میشه، نه نشونی ازش پیدا میشه، هیچی. میگذره تا 25 روز بعد. 25 روز بعد یک زوج، آقا 26 سالش بوده و دختر خانوم 21 سال. حالا بعضیا میگن دوست بودن، بعضیا میگن نه زن شوهر بودن. خب حالا خیلی فرق نمیکنه. به هر حال یک زوج، یک کاپل با هم دیگه میرن شمال کشور، یه کلبه جنگلی اجاره میکنن و فردای اون روز صاحب همون کلبه میره گم شدن اونا رو به پلیس اطلاع میده. صاحب خونه میگه که من رفتم کلید و تحویل بگیرم، چون اونا قرار بود فقط برای یک شب اونجا باشن. کلید و تحویل بگیرم، دیدم که ماشینشون جلوی در کلبه است ولی هیچ نشونی از اونا نبود. میترسه که نکنه اتفاقی افتاده باشه و پای خودش هم گیر باشه، به خاطر همین خیلی زود پلیس رو در جریان میذاره. توی همین حین به خانواده هاشون هم اطلاع میدن، خانواده هاشون میان اونجا، ولی خب بازم هیچ خبری از اونا پیدا نمیشه. پلیس میاد یه سری سعی میکنه، یه سری تلاشا میکنه که ببینه اصلا ارتباطی بین این 2 مفقودی هست، حالا 3 نفر ولی خب به هر حال 2 گروه مفقودی دیگه هست، چیزی پیدا نمیکنه، هیچ ویژگی مشترک خاصی بینشون پیدا نمیکنه. همینجوری داشتن به جستجوی خودشون ادامه میدادن تا اینکه این بار یک مادر و دختر توی همون ناحیه گم میشن. این مادر و دختر از تهران حرکت کرده بودن که برن سمت چالوس که یه
زمینی رو بخرن. یا فروشنده محلی هم منتظرشون بوده. وقتی که میبینه این مادر و دختر هیچ خبری ازشون نمیشه، با شماره‌شون تماس میگیره. جواب نمیدن. یه شماره دیگه داشته. به اون شماره که زنگ میزنه، یک بهشون میگه که آقا اینا اصلا دیروز صبح از تهران حرکت کردن، نرسیدن هنوز. اینجوری اتفاق میفته و این جریانات پیش میاد که اون فروشنده محلی هم میره این قضیه مفقودی رو به پلیس اطلاع میده. و وقتی که پلیس شروع به تحقیقات میکنه، خودروی اون مادر و دختر رو نزدیک همون کلبه جنگلی پیدا میکنه. اینجایه که احتمالای مختلفی مطرح میشه. خب معمولا وقتی که این تعداد آدم دارن داخل یه محله، یه محدوده گم میشن، آدمای اون محله میترسن. پلیس یا هر عقل سلیم دیگه‌ای میگه خب چند تا احتمال هست دیگه، یا قاتل زنجیره‌ایه، یا یه گروهی هستن که قاچاق انسان میکنن، یا یه گروهی هستن که قاچاق اعضای بدن انسان میکنن، چیزای اینجوری. ولی خب تحقیق کردن در مورد این قضیه کار پلیس دیگه، کار مردم عادی نیست. پلیس هم داشته تحقیق میکرده و از این خیلی نگران بوده که نکنه یک فرد دیگه‌ای به این قضیه اضافه بشه، نکنه یه نفر دیگه باز گم بشه، نکنه یه نفر دیگه حالا اینا به قتل رسیدن، نکنه یه نفر دیگه به مقتولین این پرونده اضافه بشه. تا اینکه همین اتفاق میفته. یه فروشنده دوره‌گردی همون حوالی بوده که وضع مالی خیلی خوبی هم نداشته. میرفته میوه‌های جنگلی، محصولات جنگلی مثل تمشک و چیزا از جنگل میچیده، میآورده میداده پسرش که سر جاده ایستاده بفروشه. این فروشنده فروردین سال 77 مثل همه روزای دیگه میره توی جنگل که ببینه چیزی هست بچینه بیاره بده به پسرش، ولی دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. اینجوری که میشه پلیس جنایی دیگه خیلی کفری میشه، تصمیم میگیره که یه جستجوی خیلی قشنگ، دقیق، وجب به وجب، قدم به قدم توی اون منطقه به عمل بیاره. سگ‌های آموزش دیده رو میارن و 4 گروه آموزش دیده شروع میکنن در دنبال این 4 گروه مفقودی میگردن. البته تعدادشون خیلی بیشتر دیگه، 6 نفرن ولی 4 گروه. اون زوج که با هم دیگه بودن، مادر دختر هم که با هم دیگه بودن. سگ‌های آموزش دیده رو با وسایل مفقودی ها آشنا میکنن و بعد هر گروه از سگ‌ها و پلیس ها دنبال یه گروه مفقودی میرن و جواب میده. این روش جواب میده. در نهایت چیزایی که پیدا میکنن واقعا ناراحت کننده است. 2 گروه موفق میشن که یک سری لوازم و آثاری از مفقودی ها پیدا کنن. اون مادر و دختر یادتونه سرشون رو پیدا میکنن، بدنشون رو نه، سرشون و لباساشون. همینطور اون فروشنده دوره‌گر فقط لباساش پیدا میشه. یکم بعد هر 4 گروه همینجوری که داشتن به جستجو ادامه میدادن میرسن به یه رستوران. یه رستورانی که وقتی بهش نزدیک میشن صدای پارس سگا شدیدتر میشه. خب پلیس که حکم ورود نداشته. ببینید برای اماکن بسته یه ماده داریم توی آیین دادرسی کیفری که میگه برای اماکن بسته، برای اینکه ضابطین بتونن وارد بشن حتما باید اجازه موردی داشته باشن. فرق نمیکنه اماکن بسته چیه، حتی ماشین یک فرد هم میتونه جزو اماکن بسته به حساب بیاد. ولی خب به هر حال در مورد این کیس پلیس خب داخل که نمیتونسته بره، قطعا نمیتونسته خیلی جستجو کنه، ولی تا همون جایی که حالا اجازه داشتن با صاحب رستوران صحبت میکنه. یه نگاهی میندازن میبینن که خب 3 نفرن، 3 تا آقان حدوداً 40 تا 50 ساله که خیلی خونسرد و آروم اصلا جواب میدن به سوالا و هر 3 تاشون هم میگن که ماها رستوران رو اداره میکنیم. یعنی اصلا هیچ کارگری توی اون رستوران کار نمیکرده و هر 3 تاشون هم صاحب رستوران بودن. ولی خب پارس سگا خیلی شدید بوده، یعنی اصلا یه چیز عجیبی. خلاصه با دادستان اون منطقه هماهنگی لازم انجام میشه و حکم تفتیش گرفته میشه. سگا وارد میشن و نزدیک یخچال که میرسن
صدای پارس سگ‌ها کر کننده بوده. پلیس فکر میکنه که خب احتمالاً اینا گوشتای فاسده. اون 3 نفر رو به طور موقت بازداشت میکنن. ما این چیزی داریم، یه نهادی داریم توی آیین دادرسی کیفری به اسم بازداشت موقت که خیلی محدود موارد صادر کردنش، یعنی خیلی سخت صادر میشه، ولی خب به هر حال وقتی که صادر بشه طرف نمیتونه به هیچ عنوان دیگه بره، یعنی نمیتونه نه کفیل بذاره نه وثیقه نه هیچ. بازداشت موقت، به صورت موقت بازداشت میشه. این 3 نفر رو بازداشت میکنن و اون گوشت های توی یخچال رو میبرن آزمایشگاه که ببینن خب چه گوشتیه، گوشت اسبه، گوشت چیه. فکر میکنن گوشت غیر مجازه، گوشت غیر حلاله. رستوران رو هم به دلیل تخلفات بهداشتی پلوب میکنن. یک کمی که میگذره و جواب آزمایش میاد، معلوم میشه اون گوشتایی توی یخچال گوشت آدم بوده. اون رستوران همه غذاهاش رو با گوشت آدم درست میکرده و اون گوشتایی که توی یخچال رستوران اینجوری آویزون بودن گوشت قربانیا بوده. پلیس بازرسی‌ها رو بیشتر میکنه تا اینکه مابقی آثار قربانیا، بدناشون نه، فقط وسایل و لباسایی که باشون بوده رو توی چاله‌های اطراف رستوران پیدا میکنه. خلاصه اینکه این وسایل رو با خودشون میبرن کلانتری، میفرستن دادسرا، پرونده کامل میشه، میفرستن دادگاه و به صورت خیلی سریع و غیر علنی پشت درهای بسته بدون حضور هیچ خبرنگاری دادگاه رسیدگی رو شروع میکنه. خیلی سریع حکم صادر میکنه و حکمشون هم این بوده که اعدام بشن. خب طبیعیه، 6 تا قتل انجام دادن. من دیدم که یه جاهایی گفته بودن که دیه و شلاق هم بوده. شلاق رو نمیدونم چرا، شاید واقعا بوده، ولی دیه فکر نمی کنم. احتمالاً منظورشون جریمه نقدی بوده به خاطر تخلفاتی که توی رستوران داشتن، ولی دیه رو بعید میدونم. جریمه نقدی عنوان درست تریه. حکم اعدام این 3 نفر فقط به خانواده های قربانیا اطلاع داده میشه. خیلی ممنون که همراه من بودین. لطفا نظراتتون رو برای من کامنت کنید.